کوروش بزرگ، سرآغاز یک پادشاه. قبل از اینکه داستان زندگی کوروش رو شروع کنیم بهتره بدونیم هخامنش کیه و هخامنشی از کجا اومده. هخامنش کسی بود که توسط دیاکو پادشاه ماد به حکومت بر پارس منصوب شده بود و سلسله هخامنشی از او نشأت گرفته. پس از هخامنش پسرش چیشپیش فرمانروای شهر انشان شد، شهری که امروزه به آن ایزه میگوییم. در زمان چیشپیش پارس‌ها تحت سلطه مادها بودند و به آنها خراج میدادند. چیشپیش فرد دانایی بود و هیچ وقت از فرمان پادشاه ماد یعنی فرورتیش سرباز نمیزد. اما پس از مرگ فرورتیش چیشپیش ایالت فارس کنونی را تحت سلطه خود درآورد و به آرامی مناطق پارسوماش یا همان مسجد سلیمان و پارسه رو به قلمرو خودش اضافه کرد. بعد از مرگ چیشپیش حکومتش بین دو پسرش یعنی کوروش اول و آریارمنه تقسیم شد. کوروش یکم شاه انشان و آریارمنه فرمانروای پارسوماش شد. آریارمنه جای خود را به پسرش آرشامه داد و کوروش یکم جای خود را به کمبوجیه اول یعنی پدر کوروش داد. با همه این اوصاف مادها هنوز قدرت مطلق منطقه هستند و پارسیان به آنها خراج میدهند. به روایت هرودوت روزی آستیاگ آخرین پادشاه ماد در خواب میبینه درخت انگوری از شکم دخترش بیرون آمده و کل آسیا رو فرا گرفته. او از مغ‌ها که روحانیون مادی بودند میخواد که خوابش رو تعبیر کنند. مغ‌ها اینگونه بیان میکنند که مواظب باش، روزی پسری از دخترت متولد میشه که حکومت تو رو به دست میگیره. پس آستیاگ برای جلوگیری از تعبیر خوابش دختر خود را به جای بزرگان مادی به همسری کمبوجیه از بزرگان پارس در میاره. چون در اون زمان پارسا قوم آرومی بودند و تحت حکومت آستیاگ بودند. بعد از مدتی دختر آستیاگ ماندانا به پدرش خبر میده که قرار صاحب فرزندی بشه. آستیاگ دوباره به خواب میره و خواب میبینه که از بدن دخترش رودی خارج شده و سراسر آسیا رو فرا گرفته. دوباره پیش مغ‌ها میره و بهش میگن صاحب نوه‌ای میشی که پادشاهی تو رو نابود خواهد کرد. آستیاگ از هارپاگئون میخواد که نزد ماندانا بره و اگر فرزندش پسر بود اون رو بکشه و از بین ببره تا بتونه حکومتش رو حفظ کنه. هارپاگئون نزد ماندانا میره و پسر رو از مادر جدا میکنه و چون خودش نتونست کودک رو به قتل برسونه اون رو به دست چوپانی میسپره تا کودک رو بکشه. اما چوپان که تازه نوزاد خودش رو از دست داده بود با همسرش تصمیم میگیرن که این کودک رو نگه دارن و جنازه نوزاد خودشون رو در جایی رها کنن. بدین صورت کوروش از مرگ نجات یافت و تا 10 سالگی نزد چوپان به زندگی خود ادامه داد. اما در 10 سالگی اتفاقی افتاد که مسیر زندگی کوروش رو عوض کرد و اون رو از خانه چوپان دوباره به کاه شاخی رسوند. روزی که کودکان مشغول بازی بودند کوروش رو به عنوان شاه انتخاب کردند و کوروش چند نفر از کودکان رو به عنوان سرباز محافظ خود برگزید. یکی از کودکان که فرزند آرتمبارس یکی از نجیب زادگان ماد بود از قانون بازی و فرمان کوروش تخطی کرد و به دستور کوروش کودکان اون رو برای مجازات کتک زدند. کودک به پدرش آرتمبارس شکایت کرد و آرتمبارس هم از آستیاگ خواست که کوروش و پدرش را ادب کند. آستیاگ که از شباهت کوروش به خود و سخنانش متحیر شده بود چوپان را فراخواند. چوپان هم از ترس جانش همه ماجرا را برای آستیاگ شرح داد و ناگزیر نام هارپاگئون هم به زبان آورد. هارپاگئون هم ماجرا را به درستی برای آستیاگ شرح داد. آستیاگ دوباره از مغ‌ها مشاوره میخواد و اونها هم میگن خوابش تعبیر شده و نوه‌اش به پادشاهی میان کودکان رسیده. آستیاگ هم با خیال آسوده کوروش رو نزد پدر و مادرش در پارسوماش میفرسته و برای تنبیه هارپاگئون ضیافتی ترتیب میده و گوشت فرزند هارپاگئون رو به خوردش میده. اما هارپاگئون کینه رو در دل نگه میداره و به اطاعت از آستیاگ ادامه میده. کوروش هم در این زمان نزد پدرش مانند یک شاهزاده تربیت شد
و برای فرمانروایی آماده میشد. در این میان هارپاگون هم او را به غلبه بر ماد و آستیاگ ترغیب میکرد، تا زمانی که این اتفاق در سال 550 قبل از میلاد به وقوع پیوست.